سلام بچه ها. در این لحظه با موضوع هیچی ندارم مواجه شدیم. من نمیدونم اینا چیه که اسمش لباس نیست، ولی هیچی نداره، هیچ وقت هیچی نداره. من نصفی این آذینم لباس ندارم، لباس پوشیدم. هلو آقا، بریم که با ولاگ کریسمس در خدمتتون باشیم. اومدیم منتظریم که لازینام بیان که بیاین با هم دیگه آماده شیم. میخوام از این ادوایسایی هست هر کی یه روژ گرفته دستش نصیحتتون میکنه. امشب میخوام نصیحتت کنم این زیاد برو بریم. من بار اوله میخوام از این دستگاه خودم استفاده کنم. قبلا بچه‌ها برام زدن. خب حالا ببینیم چه شکلی میشه. بسم الله الرحمن. خاموشش کردم مثلا خیلی داغه. چقدر شخ میشد. نه خوب شد. خواستم که نصیحتمو شروع بکنم. در واقع نصیحت نیست، خواستم یه حرفی بزنم که امروز خیلی بهش فکر کردم. آقا صحبت که هست اینه که همه آدما قراره یه روز شما رو ناامید بکنن. اگه تا الان ناامیدت نکردم به خاطر اینکه روزش نرسیده. دستم نصف از مومون تو دستم. بچه این خیلی خطرناکه فقط این موضوع اینا، ولی خیلی خوشگله. حالا سعی میکنم هی لول به لول بهتر بشم. این داشتم میگفتم همه آدما قراره یه روز شما رو ناامید بکنن. حتی خود شما هم قراره یه روز یه نفر رو ناامید بکنید. پس در نتیجه اگه گفتین چیکار کنین؟ با سگ و گربه معاشرت کنین. حالا همه اینا رو بذار کنار. این استایل رو میبینی؟ این وقتی این سیس رو میبینی میگی که واو چقدر میکاپ بلده، از کجا میدونه کجا رو باید مثلا کانتور کنه، کجا رو باید کانسیلر اصلا اسم این حتی کانسیلر بزنه. این قیافه خبره است، ولی دریغ از این که این قیافه پخم نمیفهمه. و این درسته؟ مدل سرخپوستی زدم. ببینید چجوری بیشتر خوشتون میاد همون جوری بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. و این حرکت رو میدنید فید بشه. تا چیزی که من بلدم همینه. یه روژ، موجام که همیشه اکستنشنه، یه کرم. اینا رو هم جدیدن استفاده میکنم. من هم بلد نیستم. آقا من یه جنایتی کردم. یه پیتزا اینجا بود خوردم. این بچه قریب بر نیم ساعت نشه. ببین اینو خوردم تموم شد. فندق تموم شده. این بچه ولی هنوز امیدوار اینجاست. من رفتم یه تیکه دیگه آوردم و فندق نزدیک تر شد. بخور. نه بخور. چرا میری عقب؟ بخور. من نمیفهمم. ای خاک سرم کنه. واقعا اصلا آرشم دوست ندارم. عینه این زن ایده 60 شدم. اصلا خوشم نمیاد. چیه این؟ چه مدل مویه این اصلا؟ من خودش بشم من قربونش بشم من باشه مامانش باشه باباش. مال از این هستا. چقدر کوچلو زشته. ناز الان نیم ساعت اینجا منتظره آتیش ما میزنه. ببین الان سوارش هم نمیزنه. وایسا یک اشتباه سوار نشد از اینا. آره در رو بار نمی کنن حتی. سلام چرا ناز نقل نزدی؟ دوربین ما سلاح ما. تو بخوای دوربین میاری من قبل تو برده بودم. آیا مقصر منم؟ تو بگو مقصر کیه. تو میدونی مقصر کیه، منم میدونم مقصر کیه. آزین حرف بزن. سکوت چرا کردی؟ سکوت مسئله تو فوش بدتره. سکوت میکنم که این سکوت منطقی تره. میرسید اصلا نوع دیگه. چه ماده بیلی کنی. بیلی من از دردم این که بیکار اینجا نشسته بودم بیلی کردم. الناز وقتی داره دست فرمو میده. بیا الان بچه کدوم بری داره میگه؟ خب افتاد تو جوب دیگه نیا. عالی دست فرمون میده. مستقیم بیا از رو من که رد شدی من مردم اون موقع، یعنی دیگه نباید بیای. حس میکنم داره راهی دو میکنه تو یکی ماشین. خوبه اون ماشین باید بتونه در بیاد. الناز
تو رو دیدن ها، دل تپیدن ها، ناز کشیدن ها، آهای حالا شب روشن ها، بوسه زدن ها. مایی که فقط 5 دقیقه دیگه وقت داریم. ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم و یادت نره هنوز تو خیابونا برو بودوی بیا آزی ما تلفن رو دستت بیاده بابا چرا من نوش پلیس دارم تلفنی بودو الا این کمر گل میکشه این حالا نگو تقریبا میشه گفت 3-4 دقیقه دیگه 2-3 دقیقه دیگه بوده شروع سال 2024 و خب خدا رو شکر به موقع رسیدیم و در این لحظه سال تحویل میشه. ما اومدیم چقدر روسا خوش کنن یکم به این وقت چقدر روسا نازن اومدیم که تلخی بخریم تلخی من دروغ نمیگم بهتون بالاخره سال نوه و آدم توی تلخی بخوره راه دوری نمیره دیوونه غم نداره هیچ چیزی کم نداره حرف و قلبش یکیه دیوونه شو کی بکیه دیوونه شو دیوونه خواستم بهتون خیابونا اینجا هم نشون بدم این یکی از خیابوناشه که ترسیم کردن ولی خب خیلی خفنه نشون بده اینا رو شکل ستاره شده کل خیابونا نگاه کنیم بچه های ولاگ دارم برای بچه های زیر 8 سال اینجا رو نگاه کن امنیت گفتم خودم هم یه نگاه بنداز الکی به اسم امنیت خواستم خودم هم ببینیم معلوم بود چیزی میخواستم بگم طبق چیزی که من شنیدم شهردار تفلیس بابت این درخت کریسمس امسال $500,000 هزینه کرده و واقعا به نظر من درخت پارسال خیلی قشنگ‌تر بود 14 بار درخت نشون بده واقعا این میارزه $500,000 اینو میدادیم به من نصف $500,000 میدادیم به من به قرآن 6 برابر این درخت گذاشتم اینجا الان با دیزاین بهتر حرفی بود ها راستی یه چیزی بگم این ستاره رو میبینی اینا نماد اتحادیه اروپا است دیگه امسال بعد از سالها تلاش گرجستان رفت جز کاندیدای نرفت جز اروپا رفت جز کاندیدای اتحادیه اروپا که حالا تازه بررسی بشه ببینه چه اتفاقی میفته اما خب دیگه مردمش خوشحالن و این علامت‌ها رو گذاشتن و پرچم اتحادیه به نشان از اینکه ما خیلی خوشحالیم ان شاءالله همین که من درسم تموم شد از این کشور باید برم این آدم از سر سامو میگیرن اسب کفتار همکنون کفتار بچه‌ها کفتار شاید باورتون نشه ولی این روز سومیه که من دارم سعی میکنم این ولاگو تموم کنم سلام مجدد ببین خسته شدم این سومین دست لباسیه که شما دارید داخل یه ولاگ سرجم شاید 5 دقیقه از من میبینید مگه میشه این ولاگ کریسمس تموم شد داریم وارد سال 2025 میشیم من دارم ولاگ سال 2024 رو میگیرم این چه وضعیتیه امروز هم تازه دیگه قسمت دیگه امروز دارن جمع میکنن وسایلو یعنی وسایل دیزاین کریسمس شهر رو دارن جمع میکنن گفتم فقط بریم که تا جمع کردم من بگیرم اینو تموم کنم
خلاصی که با ما همراه باشید. ایشون هم فندقی که بابا نور شده یکم غریبی میکنه با لباسش، یه دست میکشه، یکم رفتاره عجیب جنون دست میده. من نمیدونم چی شد، جنون منه گره. 13 بیه 14 بیه. ایشان که خواهم آزینی کرده چون یکم گنگش حالا از یاده یه دیو نمیگرم. کیفیت عالی، کیفیت کجا همیشه کسی دوربین من کجا شما میتونید چنین ولاگ‌های بی کیفیتی ببینید؟ هیچ جا، فقط اینجاست. این دوربین همیشه کثیفه، ترافیک زیاده. من نمی‌بینم بچه آزاد شدی آقا پلیسه برو مادو با دیدی قرقر آزاد شدم ننه شدم دیدین آزادی صبر ناامیدی بسی امید است با همین که شاعر میگه همین که زهرا خانم میگه دوست حالا جا پارک پیدا برو بپیچ حالا بپیچ خار بپیچ کجا برم بپیچ حالا؟ حالا خودم پیدا میکنم برو بپیچ آره. مستقیم نرو دروغ نگو پم بسته ای وای حالا که بهمونم راه دادن ریدی بچه ها زهرا رو داریم بعد این پلیسه داره راهنمایی میکنه اوکیه مرسی دادا خیلی مرسی که از زهرا خوشت اومده و زهرا پارک کرد نگاه کن راهنمایی هم میکنه که پارک کنه مرسی که هستی خب دارن کارای پارکینگ این دارن انجام میدن دمت گرم داداش مرسی که هستی زهرا لبخنده ژکل میزنه آقا به خدا من شما رو نخواستم بدم به من گفتش که این ماشینه توی بله ماشین من نبود ماشین این خانوم باشه ایشونه عزیزم توفیان گفت پس شما رو تو بده چون ماشین اومدی اینجا پارک کردی اگه لازم شد جابجا کنی بهت زنگ آره بگو خودتی بگو من میشناسم شما رو ماشینا برای چی بهت ببین قد و بالادم اینجوری چک کرد نگاه کن شما رو برای همین گرفت بله قد و بالا رو که دید مطمئن ولی من از این پارکی که در حالیم بلاکش میکنم ساده بود باشه شما رو گرفت اومده همینجا وایسا به سر کارش دوباره آفرین خودم نمیارم یعنی مثلا من تو میشناسم بله همونه برو آقا ویلکام تو دهکده من اگر که 3 روزه دارم میام و میرم بابت اینجاه تشریف بیارید من اینجا رو بهتون نشون بدم برو آقا اینجا یه عالمه اینجوری کلبه کوچولو غذای مختلف همینجوری درست میکنن میدن و این حرفا و یه چیزی که هست امروز عید خود گرجیاه. چرا من دارم داد میزنم؟ من میکروفون دارم. من تا حالا میکروفون نداشتم آخه این مال آذینه. امروز عید خود گرجیاست. یه سال نو بود که 20-24 سال تحویل شد الانم مال خود گرجیاست. حالا بیایم بریم کنسرت دارن. سلام. اینجا این گرجی ها روی این میز تلخی گذاشته اند و میخورن چون که گرجی ها در اعیادشان تلخی و حرامی میخورن. با این حتی اینجوری هم نمیرقصن و بقیه فکر میکنن من اسکل چیزی هستم. پرچم ایران ولی نمیدونم بابت چیه. اینجا چی میفروشن که پرچم ایرانو زده؟ نوشته ویلکام. دلیل خاصی نداره پرچم ایران. تازه کجا نوشته ویلکام؟ جایی که تلخی میدن. فکر کردید ایرانی‌ها اینجور آدمایی هستن؟ خیلی. بلوط بود؟ اینا بلوط داغه. خیلی فکر کنم خوشمزه باشه. ببین چقدر پخته پوستش در اومد خودش. اساسی الان بهتون میگم چه مزه میده. مزه نخود پخته. عالی شد. نمیخواد تست کنید. اونم داره گوششو خالی میکنه خالی کن با این ولاگا تو ما میگیریم بابا فکر نکنی اینجا اون یکی قسمت
که یه کنسرت دیگه گذاشتن. خیلی شلوغه. و در حال حاضر شاهد کاخ ریاست جمهوری هستید و دیزاین سال نو. درخت کریسمس کاخ ریاست جمهوری به این شکله. چقدر درخت زشتی گذاشتم. به عنوان ریاست جمهوری باید درخت قشنگتری میذاشتی. در همین حد ببخشید من عادت ندارم این میکروفون رو ببندید، من هی میام جلو داد بزنم هی یادم میکروفون دارم. خلاصه که برای آموزش باله لطفاً کامنت بذارید. چطوره؟ اگه خوب میرقصم تو رو خودت تو کامنت ها بهم بگی. یه حرکت فوق العاده میخوام بزنم، اینجاش خیلی مهمه. بهم میگم پرواز. اینا رو من خودم بهشون دوره داده بودم، راستشو بخوان کلاس‌های فشرده من اومده بودن و خب به نسبه یکم دارن تر میزنن، ولی اون چیزی که من بهشون آموزش داده بودم و نمیرقصن به نظرم. بد نبود. آقا این شراب داغه، نمیدونم همون شرابه که میذارنش روی آتیش داغ میشه، ولی الناس حسش کرده بود میگه که گیرایش خیلی بیشتره، با دارچین سرو میشه. این بچه رو عروسش داریم میکنیم. این بچه هم رفت خونه بخت اون وقتا عروسی اینجوری. فقط باید یه مادر نمونه باشی که بچه تو اینجوری بخچه طور بکنی تو کاپشنت که بچه سردش نشه. اومده بغل آتیش نشسته فندق گرمش. الهی من قربون جفتشون نرم. قشنگ ناناسانن. آقا خیلی ممنون. من دیگه آخر ویدیو کم کم دارم عادت میکنم به میکروفون. فکر کنم چیز جالبیه، حتما تهیه میکنم. و اینکه خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با من بودین. تو رو خدا لایک کنید. من خیلی زحمت کشیدم، 3 دست من لباس عوض کردم، 3 روز من دارم میام واسه این ویدیو. و اینکه دوستتون دارم خیلی زیاد. کریسمس چیه؟ سال نو. سال نوتونم مبارک باشه. خب کجا داری میگیری؟ من داری میگیری؟